در آغاز یک هفته نو بینندگان عزیز برایتان درود میفرستم از دفتر مرکزی رادیو آزادی. سرخط رویدادها 13 سپتامبر منظور شما در تقدیم من شعله گلخوجه. در حالی که رهبران کشورهای سازمان منطقوی در دوشنبه به بررسی مشکلات افغانستان میپردازند، سازمان ملل متحد برای این کشور پول جمع میکند. انتقال آزمایشی موجان ازبک در یک پویزدهای چارتری شروع می شود و رید در گرمخانه کراسنویارسک باعث بازداشتی از جمله شهروندان تاجیکستان شده است. خبرهای دیگر نیز داریم. آغاز میکنم از آن که سیل عظیم در نویه لغش مجروی سرخاب را تغییر داده است. کمیته حالتهای فوق‌العاده میگوید بر اثر گرم شدن هوا و آب گردیدن پیریخ‌های اطراف سطح آب رودخانه ارچکپه در نویه لغش بالا رفته. سیل خرابی‌آور مجروی دریای سرخاب را برای نیم ساعت بست. دیگر شدن مجروی آب 60 متر را در شهرهای وعده جرگتال را شسته برای مدت حرکت ماشین‌ها را ناممکن کرد. حالا پیامد آفت طبیعی بر کنار و روای نقلیات برقرار شده است. امروز سازمان ملل متحد کنفرانسی بین‌المللی دایر نموده تلاش خواهد کرد برای افغانستان مواجه با بحران بشری 600 میلیون دلار کمک دریافت کند. نشست با اشتراک دبیر کلی سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش، مقامداران بلندپایه سازمان ملل متحد و کمش 40 وزیر در شهر ژنو برپا می شود. شرکت‌داران باقی مانده توسط اینترنت به نشست پیوست خواهند شد. تصمیم برگزاری این نشست پیش از سر قدرت آمدن طالبان گرفته شده است. خشکسالی و کمبود پول امکان دارد وضع افغانستان را باز هم بدتر کند. جنگ‌های اخیر هزارها ساکن افغانستان را به ترک جای‌های دائمی زیستشان مجبور کرده است. خبرنگاری ریترز با چندی از پناهندگان داخلی در یکی از پارک‌های کابل صحبت نمود. سازمان ملل دیگه این مسلمان‌ها را کمک کنه، یک چیزی به در و خانهش ببره و جایش برسانه، جایشان امنیت شوه، برقرار برشان شوه. تو بدبختی تا کی دی خاک خو کنه. جنگ شد، خونریزی شد، خانه ویران شد، بچه‌ها یتیم شد، زنها بیوه شد، مردا بیزن شد. یعنی به خاطر این مشکلات کلگی از اوج آواره شد آمد در خود کابل. جنگ و آوارگی، جنگ امریکا و طالب ایران که جنگ شد، دولت گرفت، شکست خورد دیگه، طالب گرفت، طالب مبارک نباشی میگه. بسیار زیاد خواهش میکنم از دولت امارات اسلامی به این مردم رسیدگی شود. کلگی مردم بیچاره شده. بس از ما از این جنگ خسته شدیم. تقریبا 40 سال از جنگ است. چی که نمیقدر جنگه. ما یک دولت خواهان هستیم که اسلامی باشه، امن باشه، آرامی باشه. نظر ساکنان افغانستان را تماشا کردید. طبق دستور نو طالبان، زنان تنها در صنفخانه‌های خاص برای آنها و با لباس اجباری اسلامی حق تحصیل در دانشگاه‌ها را خواهند داشت. روز 12 سپتامبر عبدالباقی حقانی که مسئول معارف حکومت طالبان تعیین شده است گفت آنها نمی‌خواهند ساعت را 20 سال به عقب کشند، ولی پوشیدن لباس اسلامی و حجاب برای زنان مجبوری خواهد بود. حقانی تفصیلات نداد که حجاب به معنی روسری است و یا پنهان نمودن روی هم اجباری خواهد بود. هفته گذشته حکومت نو طالبان روی کار آمد که پره از مردان عبارت می باشد. در دوره حکمرانی طالبان در سالهای 90 قرن گذشته زنان و دختران از تحصیل، کار و حیات جمعیتی کاملا محروم شده بودند. حالا اهل عالم پیگیری دارد که مأموریت نو طالبان در مورد زنان چه سیاستی را پیش می گیرند. برمیگردیم به تاجیکستان. روز 15 سپتامبر پرزیدنت روسیه در چارچوب نشست رهبران سازمان همکاری شانگهای و سازمان پیمان امنیتی دست جمعی با سفر رسمی به تاجیکستان می‌آید. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان می‌گوید در جریان سفر امامعلی رحمان و ولادیمیر پوتین صحبت یک به یک خواهند داشت. همچنین گفت و شنود حیاتی وسیعی صورت می‌گیرد. انتظار می‌رود که جانب‌ها بیش از 20 سند همکاری را به امضا رسانند، ولی درباره جزئیات این سندها اشاره نشده است. حالا هزاران شهروندان تاجیکستان که از حق سفر به روسیه محروم هستند انتظار اعلان عفو در نسبت آنها می باشند. قبلا یک منبع با اعتماد رادیو آزادی گفته بود که مقامات روس قرار عفو 120,000 مهاجران تاجیک ممنوع الورود را امضا کردند.
شما سرخط رویدادها را تماشا دارید. مقامات ازبکستان و شرکت روی آهن روسیه در مورد فرستادن ساختمانچیان طریق پایزهای چارتری به موافقه رسیدند. در این باره ارکین محیدینوف معاون وزیر معینت ازبکستان خبر داده است. طبق نقشه همه روزه 250 مجری کاری ازبک برای انتقال آزمایشی به انشاءات ساختمانی انتخاب خواهند شد. همه مجرون انتخاب گردیده با سپوتنیک لایت واکسینه کرده می شوند. بر علاوه پاتنت را نیز در حدود ازبکستان می گیرند. پرداخت همه خراجات را شرکت ساختمانی فرمایشگر بر عهده گرفته است. قبلا نیکیتا استاسیشن معاون وزیر ساختمانی روسیه گفته بود که به زودی انتخاب و انتقال 10,000 مجران به ساختمان‌های این کشور به راه مانده می شود. هنوز معلوم نیست که امکان طریق پایزهای چارتری فرستادن مجران تاجیک نیز در مد نظر گرفته شده است یا نه. ترکمنستان بعد 4 سال محدودیت در آغاز ماه سپتامبر به گذاشتن واگن‌های بربر تاجیکستان از قلمرو این کشور اجازه داده، اما راه را برای ماشین‌ها پر نگشوده است. چندی از تاجران تاجیک گفتند محصولات خریده آنها از خاک ترکمنستان گذشته در راه به سوی تاجیکستان است. فروخ نعمتزاده نماینده وزارت نقلیات تاجیکستان با شدن راه واگن‌ها را تصدیق کرد. شیرالی کبیر وزیر صنعت و تکنولوژی‌های نوی تاجیکستان گفت به همه نوع بارو کالایی که از تاجیکستان توسط ترکمنستان به بیرون برده یا از خارج آورده می شود 40% سبکی داده شده است. اشقابات از سال 2017 به این طرف به هیچ شهر مانع گذاشتن ماشین‌های بربر و واگن‌های تاجیکستان از قلمروش میشد. در این مدت سبب سردی رفتار جانبی اشقابات آشکار نگشت. حرکت واگن‌های برکش تاجیکستان از روی آذربایجان و به گفته تاجران تاجیک با صرف و خرج زیاد انجام می‌یافت. مقامات حفظی حقوق همراه با نیروهای آمان در یک گرمخانه در کراسنویارسک روسیه با مقصد معلوم کردن مجرم غیرقانونی رید گذراندند. در خبرنامه سرایست کارهای داخلی این منطقه آمده است بعضی از مجرمان کوشش فرار و یا پنهان شدن را نمودند، ولی همه آنها را برای گذشتن از تفتیش بازداشتند. در نتیجه معلوم شده است که از 59 شهروندان تاجیکستان و ازبکستان و قرقیزستان و چین که در گرمخانه فعالیت داشتند حجت‌های 53 نفرش درست نیست. آنها را با اتهام پیشنهادی حجت‌های قلبکی و یا دادن معلومات بر دروغ به شعبه پلیس برده نسبتشان پروتکل‌های مأموری ترتیب دادند. مقامات انتظامی گفتند چنین ریدها در دیگر گرمخانه‌ها نیز صورت خواهد گرفت. سازمان کاریتاس جهت کاهش خطر آفت‌ها و رفع عاقبت‌های حالت‌های فوق‌العاده به تاجیکستان یاری خواهد رساند. در این زمینه بین سازمان و کمیته حالت‌های فوق‌العاده سازشنامه همکاری به امضا رسیده است. بر اساس سند 30 خانواده که در ناحیه جامی ولایت ختلان بر اثر فروریزی زمین ضرر دیده بودند برای بهتر کردن شرایط زیست، تامین با آب نوشابه و حالت بهداشتی کمک دریافت می‌کنند. انتظار می‌رود که این قرارداد عملاً تا ماه فوریه سال آینده تطبیق شود. لغزش زمین در دهه نوآباد ماه می امسال به عمل آمده 100 هکتار زمین کشاورزی ساکنان و 20 منزل آنها را فرو برد. سفارت ژاپن در دوشنبه اعلام کرد که در تاجیکستان با صرف 10 میلیون سومانی 10 مکتب بنیاد خواهد کرد. در خبرنامه سفارت ژاپن آمده است این تصمیم به خاطر تجلیل از استقلالیت تاجیکستان گرفته شده است. به گفته منبع هفته گذشته برای استفاده 6 میلیون سومانی این کمک‌ها امضای سازشنامه برپا شد. بر اساس این مبلغ جدا شده در ولایت ختلان و منطقه رشت مکتب بنیاد می شود. سفارت ژاپن گفته است که از سال 1996 تا کنون بیش از 35 میلیون دلار به تاجیکستان کمکی به بازگشت کرده است. بینندگان عزیز، حالا برای شما درباره قرب رسمی اسعار خارجی در تاجیکستان اطلاع می‌دهم. بانک ملی برای امروز 13 سپتامبر $1 را 11 سومانی و 32 درم و 1 یورو را 13 سومانی و 39 درم معین کرده است. قرب از روبل روسی 154 سومانی و 10 درم تعیین شده است که نسبت آخر هفته گذشته 50 درم بیشتر می‌باشد. با سپاس با یک شما بینندگان گرامی، نشر امروزه سرخط رویدادها را به پایان می‌برم. فردا با خبرهای نو در برنامه شما را منتظر خواهم بود. برایتان روزی با قرار می‌خواهم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.